سلام علیکم همدیوران عزیز اعضایان گروه هنگور و باغ. امروز 28 ایولی سال 2023 و من قرار دارم در دهه چهارباغ ناحیه ورزوق. همین ادیر قشلاق مویه من یه عمر همینجا علفدروی کردگیم، پودابانی کردگیم. امروز من کدام جوانمرد اینجا باغ آباد کرده است. ببینید باغ اینتنسیوی آباد کردن ها. بالا بوچکا موندگیم. انا بوچکا وشون است. این درخت های سیوای انا میبینی اینجا ده من سیو اولوچه هم بستگی هم اولوچه هم شنوندگی هم گیلوس هم شنوندگی هم وزه اندازه گرفتنش ما با نوار میگیرم. همدیوران عزیز من نزدیک آمده نشان میتیم تونه که خیلی اینا بچه هم در تنه یه بره ادیر من اول بلندی است باور کنید. بلندی است این طرف نشوی آمدگی من در همینجا با استفاده از آب قطرگی باغ بنیاد کردیم. این حاضر میبینیم این آلوچه میچورونی لیکن آب قطرگی نه این دفعه خیلی آب موندین میخنش کافته آب موندین. این آلوچه میچورونی است بید شکلش چه دادیگن نموندین کلان شوه کدام هست متخصص خوبه اما کراسکوی سفیده دیدی نودای موباینا بریدن دیدی یعنی موباینا کاسه شکل کردن موباین خولیه این همینجا خولیه و این سال این بسیار بستگی بود من اینشا حالی فرما ندادن اینشا اگر این سال بگم منم فرما میتین موباین شکل شده میکنن من این شلنگای آبی قطرگی بوچکه هم بلوده نشان داده بودم تو نه من هم میرویم دوام میتیم کنی نواره چه خیلی هست من آبی قطرگی ده اینجا من آب چکیده دیدی زمین من اینجا نم آبی قطرگی چکیدگی آمدیم من اینجا ترسه بوده من وینتیل انا اول اونجا ترسه آمدگی بلو آمدیم من سیبو ده سیبو بینه چقدر خوشو بسته سیبوی سرخ بوده این سیبو بینه چخیل سیبوی نغز سیبوی باسیفات سیبوی خوشرو اینش یک مور میبینم این سیب چه بسم الله الرحمن الرحیم کنیم من یک تشم میچشم دلتون شور نرود نشون نمیتیم. بسم الله من دارم نشم سرخ بوده است یکی چنون تروش است که موندن گیره میبخشید دلتون شور نشود نشورد من چشیدم من این سیبو را بینید همدیوران عزیز اون منم میشود که باغ آباد کرده اینا بینید نه هر یک سیب شد که کاسه برین اینا بینید سیبا بینید این سیبا رو بینید چه کلان منم که قطار ستوم زدگی پویا زدگی سیم کشیدگی است و سیبا رو دتنه سیمو شنوندگی هستن دیدید من همین خیلی این سیبا بینید هم دیوران عزیز این بعد از یک ماه این سیب شناخته نمیشود این همین قدر کلان سرخ با سیب میشود که ممکن این 15 سما سیب شود بلوش چین دیحال هست که با گلوس باشد که افتش دیگر خیلی میتوان بلو افتش دیگر خیلی هم دیوران عزیز اکن حاضر یک عامل مورد ضرر بسیار رسان شده است همین خاکباری شو من بینید همش بلوش خاک خوبه همه سفید بلوش خاکه همین خاک زلالی کنان دوران من توزه میکنم ده من برگه توزه کردم دیدی طرفی توزه کردگی من باید که زیر افتاد برق فقط همکل توزه خوب کنن برای چی در انگلیا و در دیگه جا سواشون نقصتر میشود برای که خاک ندارن در درواز اون طرف هم بیشتر میشه برای که در کوهستان خاکباریش کم میروه
این خاکبارش حوزی بسیار بزیف شده سوده اخ سالو خیر این سیوا بینه این سیوا کرم обработка نکردن اینه بینه خودش غلطی دستی منده خودش غلطی دینه پسیده کرم خورده انا همدیارون عزیز این سبزاری دهه چورباق نهای ورزاب جوان مردم سبزار کردن این اولوچه زور اولوچه میچورینی با راهی آبی استفاده برای آبی قطرگی هم موندین هر جا همین سیبی سرخی مایده کشینوندگیان قدر تروش همون شیرین میشده باشد انا هم دیاران عزیز من به شما نشون دادم که چخیل در جرها در یبره ها بخ کردن ممکن است یک بار دیگه سیبا نشان دارم تماشا کنید شما بسیار بستگی است نهایت بسیار بستگی است کلان هم شده سیبی سرخای منه سرخ کلان ببینید چنقه اوزی علاقه نیم کوسه شده است نیم کوسه شده علاقه همدیاران عزیز من همین سیبش برای من اینترسنی بود لیکن بسیار تروش خوردم درونش شیرین درونش میگم درونش سرخ من پورو هم آوردگی دیدی هر یک درخت با پورو هم میریزن دیدید پوری کهنه پوری مرغ باشد می پوری گو باشد همین پوری گوسفند مونند گوسفند است پوری گوسفند کهنه آوردگی ابریزکه کرده من هیزماش تازه ایستاده من هم دیارون عزیز این طرفشم باغ کرده ایستادن این طرفشم باغ شده ایستاده است هم دیارون عزیز در پناه خدا باشه با گروه انگور و باغ باشه